امروز اومدیم با پک اوپنینگ هفته دوم نون چمپیونز لیگ و همچنین شاید هم لالیگا بزنم، ولی به احتمال زیاد فقط چمپیونز لیگ و نون. این ویدیو تو 3 روز ضبط میشه و 3 تا پک سکی میزنیم. خب این که ایونت چمپیونز لیگ برگشته، این اومده برگشته، نه بریم بزنیم این کیج. بابا 2500 کی زدم، اصلا چیزی هم نشد، نرفت تو چیز. این بالا ایستد آرژانتین هستی آلوارز فاینال. خب بریم یه سکی بزنیم حالا از ایونت نون. هیچی، اولی که همیشه هیچی، دومی بزنیم این هم آرژانتین سیبی. کجا؟ 101 بابا، یه 103 بده دیگه. خب یه سکه دیگه نمون بزنیم این فردای قبلی های. خب فردا شده یه سکه دیگه از ایونت نمون بزنیم. خب اینترنت هم که ماشاءالله مثل همیشه. بیا دیگه. اومد کشور انگلیس، آردبیل ساکا. اوه اصلا ساکا کارد نداره، نداری. خب هواپیما هم داره رد میشه و صدا بد میاد. بریم برای یه 2500 نمون، یه 2500. بازم اینترنت ضعیف الان درست میشه. بایستا درست کنم. ای بابا. خب اومد اینترنت درست شد. رو چراغ دوم میزنم بزن. های اولیه، راستی اولیه مهم نیست، دومی الان اینترنت درست میشه اینا. خب کی بابا، بازم که 103 بده دیگه، حداقل 103 بده. مرسی که جدید فعلا الیاس.